بسم الله الرحمن الرحیم. آیا اسماعیلی ها حج میکنه؟ بله الحمدلله حج میکنه و در کوچه و بازار دول نمیزنه، جهان خبر نمیکنه که فلانی حج رفت، این کار ناپسندی است، اینطور حج خدا قبول نمیکنه. به خاطر در سوره بقره آیه 196 خداوند تعالی میگه و اتیموا الحج والعمره لله، حج عمره را خاص به خاطر خداوند انجام بدین. ولی متاسفانه مردم برای خود، برای تفریح، عکس گرفتن، برای مردم خبر شدن پس به حاجی صاحب و امی فریبی کار و بزنس و تجارت و سعی کنی که یک شعر است مگه حاجیان مار بود و برگشت و اجدار گشتم، یک شعر است دیگه. بسیاری از اینا را که سعی کنی بعد از که میه از اعتماد بیخی بیرون میشه، به خاطر که این حج خداوند قبول نمیکنه. با این اعمالی که مردم مو گشنه، کشورم در فقر، ولی مو برای نمایش چی کارا میکنیم؟ وقتی که مو از در سال 2007 شخصا خود حج رفتم از ادمنتون کانادا، کاروان حج $8,000 دادیم دیگه. اونا امی میمانخانه و امی تمام مصارف تیکت و اینا در دوش از اونا بود، ویزا و کلی چیز. از اینجا رفتیم در جده پایان شدیم، از جده باز در موترا رفتیم. در راه مردم موترا را سر شکنده کرده که پیغمبر علیه السلام که حج رفت در شتر رفت، سر موترا رو چرا کنده میکنی؟ خودت هم در شتر پیاده برو دیگه. وقتی که دو شهر مقدس است، مکه و مدینه، مو در مدینه رفتیم، از مدینه باز رفتیم مکه در موترهای سرلوچ دیگه. باید از مسجد قبا باید احرام بسته کنی، بعد از داخل مکه میشی، عمره میکنی، بعد از عمره باز حج میکنی. در دوران حج یک شو به قسم کتاب فقه اسماعیلی ها که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است. این کتاب به نام دائم الاسلام، نویسنده‌اش قاضی و نیومان است و کتاب مقدس دیگه از سیدنا ناصر خسرو است وجه الدین. و دائم الاسلام جلد دومش پیش از این بود، از روایت از امام جعفر صادق است که اسماعیلی ها زیادتر که در عرفات مورد در دامنی کو شو مگذرانه. بعد از او شوی دیگه در مزدلفه میه که او را مشعر الحرام هم میگه، مشعر الحرام. و بعد از او 3 شو در مینا میمانه که در اونجا باز 3 شو 3 روز رجم میکنه و قربانی میکنه. بعد از قربانی با سرخ را میتراشه، دوباره پس مکه میه. و در اینجا سیدنا ناصر خسرو هم یک شعر داره، اگه شما یادشون باشه که آدم باید چه رقم حج بکنه، که منظور و مفهوم از این حج چی است. شما فکر کنید در زمان پیغمبر علیه السلام این از ابراهیم پیغمبر شروع شد که خانه کعبه را درست کرد و بعد از او مردم به سوی حج خواند، چون که حضرت ابراهیم زنده و حیات بود. وقتی که مردم میمد حضرت ابراهیم میدید و بعد از او همی فرزندان حضرت ابراهیم، انبیای پاک، اسماعیل، اسحاق، بعد از او همی آل عمران. این از قدیم مردم میمد، رفت آمد حج بود. ولی زیادتر مفهومی از این حج کردن از این است که وقتی که مهاجرت میکنی، وقتی که حج کردن کاری آسان نیست، خیلی تکلیف داره. کسایی که وقت میکنه، کسایی که نمیکنه، مثل مو که رفتید در موتل 5 ستاره، موتل زمزم از می خاندان بن لادن بود، بوفه بود که برادر او سرشش دیدن نمیشد، از هر رقم غذایی میخواستی اونجا بود. ولی برادرها و خواهرایی که اونا حج رفته و زم کعبه زیارت کرد، پس هم اونجا در هتل جای آرام، همه چیز که بخوایی اونجا، اتاقای بسیار لوکس لگژری دیگه. خدا قبول کنه، خدا حتما قبول میکنه، انشاءالله ما دعا میکنیم برایش. لیکن ما خیلی واقعا آدم که مور افتاب است، خیلی آدم چی میشه
بسیار آدم عذاب میشه از آفتاب، از گشتن. این پایای آدم میچقه دیگه عذابی های خود داره. اما مفهوم چی ای هستن که این خاص به خاطر خداوند و قربت لله بشه. با پیغمبر علیه السلام که حج کرد، آخرین حج بود، بعد از او جانشین خود تعیین کند، بعد از او در غدیر خم. این قصه ها رو شما خوب یاد دارین و این مفهومی همه فرض و سنت خودشی حضرت پیغمبر علیه السلام به مردم نشان داد که چه رقم بکنه و مفهومی از این هم هست. بسیار یک روحانیتی بلندی بود که دوباره آخرین که مشد دوباره به خداوند وصل شدن و ولی وقت شناختن و به معراج رفتن. حضرت پیغمبر خدا علیه السلام معراج اون خبر داشت که چه رقم معراج مورا قبلا و از همه چیز آگاه بود، ولی هیره که آورد به مردم گفت و مردم خبر شد به مسلمان ها. این از این خاطر که میخواست که بعد از نبی خدا علیه السلام مردم همچنان معراج کنه، دیدار خداوند بکنه. اما متاسفانه در طول امی عمری که شخصا خود من تجربه کردم، من یک مسلمان پیدا نکردم همیشه خداوند که مپرسته یا نماز بندگی میکنه به خاطر چرا میگی فرض است، سنت است، اون دنیا جنت است، بهشت است و اور جنتی اینا است. از همگی هم ترشیندم، از همگی هم شیعشی هم سنیشی همگی به می فکر و خیال هستن، هم از یهودی هم از نصارا هم از بت پرست، از همگی به می خیال است که دو دنیا اور جنت و بهشت و اینا کلش به می خواب خیالات. یگانه مردمی که من واقعیت مسلمان پیدا کردم، این خداوند در روز قیامت از من پرسان میکنه اگر من دروغ بگم، این مردم اسماعیلی است که خدا پرست است، اینا عاشق دیدار است، اینا دوست داره که دیدار خداوند بکنه. اون لقای الله که خداوند قرآن میگه کسایی که امید داره و من از هیچ کس نشیندم که اونا آرزوی دیدار خداوند بکنه. و در حج هم که مورا مفهوم شر نمیفهمه که آدم بوره در حج اونجا چیکار بکنی، همین مناسک و دعا و همینا را یاد داره و اصلی ظاهرا و باطنا تسلیم خدا شدن، تمام چیز به خود حرام کردن. مثل در شعر از سیدنا ناصر خسرو است که حاجیان آمدن با تعظیم شاکر از رحمت خدای رحیم، رسته از مهنت و بالای اجاز، رسته از دوزخ و عذاب علیم. خیلی یک شعر دور دراز است که وقتی که تو در عرفات رفتی که دوستی از سیدنا ناصر خسرو که در حج رفته بود از او پرسان کرد تو که عرفات رفتی، گفت شدی عارف حق و منکر خیش و از معرفت رسید به تو نسیم؟ گفت نه، کسی که در عرفات بوره اونجا عارف نشوه، اونجا به گریه و زاری نیفته و آرزوی دیدار خداوند نکنه. من از هیچ کسی جاجی نشیندم امیتر گپاره در طول عمر و تا قیامتم امی تعلیم تربیه که در بین مردم است. تو فکر نمیکنم که کس تا قیامت بفهمه که معنای حج چی است، معنا در عرفات چی است، قربانی کردن چی است، رجم کردن چی است. تو که شیطانه که رجم کردی، تو آیا به قول ناصر خسرو و مردم اسماعیل که حج میکنه تمام فعل اعمال شیطانی را از خود دور کردی؟ غیبت و شکایت و بدی و برایی و تمام که اعضای وجود تو را به وسوسه میاره، ایره هیچ کس به جز از باطنی و دیگه کسا تا نمیفهم معنایش چی است. وقتی قربانی کردی تو امو اولادای تو که به چشم تعزیز بود، فامیل و زن و مال و دولت، و آیا اونا رو فراموش کردی؟ قربانی کردی، از دل خود دور کردی؟ اگه خدا امروز غرق کنه همین چیزه، تو امروز بازم با صبر زندگی میتونیم مثل اسماعیل و ابراهیم و دوباره که تو در مکه آمدی، وقتی که
لبیک میگفتی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک این الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. آیا دوباره تو را جواب داد خداوند؟ مثل که حضرت موسی را دوباره در طور جواب داد. کلام الله بود، با خداوند کلام میکرد. در وقتی که در فقه اسماعیلی وقتی که تو طواف میکنی از حجر الاسود شروع میکنی، بین مقام ابراهیم تو طواف میکنی. کعبه 4 گوشه، در یک گوشهش رکن دین شامی، رکن دین یمنی، رکن دین عراقی و همین جایی که حجر الاسود است و پشت سر حجر الاسود در یک گوشه کعبه اینجا همون رکن دین یمنی، همون جایی است که فاطمه بنت اسد مادر مولا علی علیه السلام در اونجا داخل شد و مولا علی اونجا تولد شد. وقتی که ما که در آذان داد در طواف بودیم، هر کس استاد میشه و زود کوشش میکنه که نزدیکتر در دیوال در اونجا نزدیکتر باید یک جایی بگیرم. من خیز زدم در لین سیوم برابر شدم روی بروی رکن دین یمنی و دیوال. خیلی متوجه من نبودم که چی گفت، لیکن مفهمیدم که رکن دین یمنی رکن چیزا را مفهمیدم. لیکن همی یک شیخ آمد، یک بوتل تیل در دستش بود، روغن. یک چیزی کابر جاش دست نداشتم، یک سیب کابر خوب روغن کرد. وقتی که من دقت کردم در این گوشه کعبه دمی رکن دین یمنی که دیوار بسیار ترق بود و چند دانه میخ دیدم که تو کوکه کداد، میخ از دو طرفه که تو میخ زده بود. دیوار حالیم کفیدگی، اما تو چاک شدگی. ای هر کسی که اجموره یا مونجا دوستا شما هسته ای را بگوی که اگه مونجا یک ویدیو، ولی که وقت اجازه نمیداد، ولی میتونی یک ویدیو بگیری از اینجا یا عکس بگیری در رکن دین یمنی. اگر پیش روی تو حجر الاسود از این طواف شروع میشه، این رکن دین یمنی پشت سر تو هسته دیگه. باز اینجا من می چیز واقعا دیدم. خب برمیگردیم سر حج. بعد از او باز چی میکنی؟ صفا و مروه است. صفا و مروه که موری هم از خود معنا داره، تمامی هر گوشه کعبه، تمامی هر جاهای مقدس، غار حرا، اونجا خیلی زیارت ها و اینا هستن. همه‌ایش از خود بسیار معناهای خاص داره، بسیار معناهای باطنی داره. ظاهرا باطنا باید تو آماده از این حج بشی که تو خود تسلیم خداوند بکنی و وقتی که حج تو قبول شوه تو حتی نمیخوای که نام تو را کس حاجی بگیره، مردم خبر میشه حاجی مگه، اما تو خود تو نمیخوای چون که تسلیم خدا شدی، دل و عقل و وجد و بنده خدا شده. تو دیگه از وسوسه شیطان، از اینکه تو رو بلند بتراشه، سر تو رو باد بگیره و عاجز و ولی بالا بشه تا بشی، از اینا خیلی عاجز و انبل منی. وقتی که مردم این کارا رو میکنه تو خجالت میکشی. و سعی کن مردم اسماعیل هیچ وقت که خدا حج را قبول کرده هیچ وقت در صفحاش سعی که حاجی فلانی پیدا نمیکنی. ما خود ما الحمدلله که حج کردیم در صفحای مجازی هیچ جای ما نیشتیم حاجی خیرالدین پیوند و مردم حاجی صاحب فلان و سری از من را باد بگیره و غرور و تکبری و اینا، همون وسوسه دوباره شروع شوه. آدم حج آدم تمام چیزی آدم ضایع شوه، زحمت و تکلیف اینا دیگه. و پیغمبر خدا علیه السلام محمد مصطفی هم که حج کرد به معراج رفت، ایره که به مو میراث به مسلمان ها رسید و این بزرگترین نعمت الهی. این به خاطر از است که تو روز به روز باید ترقی بکنی، از عبادت بندگی و از حج فایده بکنی. روز به روز یک روز شوه که به خداوند تسلیم شی. وقتی که وجود تو کلش تسلیم خداوند شد، در اونجا هیچ کدام گناه و وسوسه و اینا از زبان تو مردم حفظ، از کار و اعمال تو مردم حفظ. همسایه تو اگه گوش نبود خیر تو دشی رسید، در شهری که هستی مملکت تو که اگه در فقر است دستگیری میکنی و همه کارهای تو بجای. این ممکن هست که انسان معراج بکنه چنان که بایزید بسطامی کرد. قصه بایزید بسطامی را شما خبر دارید اگر ندارید
بایزید بسطامی یکی از شاگردای از امام جعفر صادق علیه السلام بود که در شاگردیش در خدمت خو رفت از پیش مادر. بسیار قصه جالب داره. میره در آنلاین هم پیدا میتین که وقت نگیره. وقتی که سفری حج رفت و همیشه بزرگا و اولیاء را در راه میدید. یک جای رفت که یک آدم بسیار اولادای دخترای بیچاره زیاد داره، یک صوفی خودش غریب بیچاره. گفت بایزید کجا میری؟ گفت حج میرم. گفت چی داری قد خود؟ گفت 200 دینار دارم. گفت که مرا بیتی 200 دینار گردی از مفت بار طواف که برو بدر خانه خو برو. دو خانه که تو موری در اونجا خدا یک بارم نششته نرفته و این خانه که قلب مومن است این هیچ وقت خالی از خدا نیست. و حدیثی مبارک است رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که لا یسونی فی سماوات و الارض ولیکن یسونی فی قلب عبد مومن. خداوند در آسمان و زمین نمگنجه ولی مگنجه در قلبی بنده مومن عاجز. اوی که تسلیم خدا شده خود نمایی نمیکنه. اونی که حج و روزه و نماز و بندگی خوره به یک جای گوشه که کس ننگره و تسلیم خدا میشه به گریه و زاری میکنه. این به جز اسماعیلی ها در جهان تو کس پیدا نمیتینی. اینطور یک مردمی شریف و مبارک در دنیا هست در بینش. هر مردم خوب داره بد داره. اگر یک تعداد گناهگار داره مثل از موری گناه خود آشکارا میکنه ولی بندگی عبادت و نماز و حج خود به پیش خدا میکنه. یا خداوند کریم خودش انسان رو ببخشه. خداوند کریم انشاءالله دعا و نماز و روزه حج کلگی قبول کنه. اما بهترین چیز است که انسان پیش از اینکه مورد حج میکنه یا فرض و سنت خود را اجرا میکنه سعی کنه در خود که آیا که من مورم آیا با خود هستم یا که از روی لج از روی خودخواهی از اینا این کارا رو میکنم. ولی اگر خودش متوجه را نشه هر لحظه خود درست نکنه اشتباهی خود را نگیره انسان هر لحظه دچار خطا میشه. ولی کوشش کنه که هر قدر فرض شی اگر نباشه اگر او واجب نباشه دشی فرض از او واجب نشده باشه او باید این کار از روی خودخواهی و از روی لج و از روی مردم خوب بگه این کار نکنه. ما خیلی فقیرا و مردمی مجبور و بیچاره و غریب داریم. فعلا مردم افغانستان که هر کدام شی مورا حج مورا و هر کسی بار که هر تلفن گپ دی والا فلانی صاحب رفته عمره فلانی صاحب رفته حج در شهر در کابل در اطراف مردم فقر مصیبت بیچاره. آیا دمو مردم افغانستان فعلا این خودنمایی نیست؟ آیا واقعا فرض است که مردم در فقر گشنگی سربازای فعلا نمی کشور امنیت هم میگیره اما خودش بی معاش بیچاره زندگی میکنه هم اولاد داره. سربازای قبلا هم که بیچاره خاطر چند معاش حال اولاد خود سربازی میکرد از امروز هم بیچاره فرق نمیکنه از کدام ملت حقوقی یا از هر کسی هست غریبه بیچاره به خاطر حال اولاد خود سربازی میکنه امنیت شما رو میگیره. اینا بی اشکمی گشنه دیگه چقدر مردم بیوه بیچاره حسیر گشنه. آیا دمو این خودخواهی ها میزیوه که امروز ما این حاجی هایی که ما را از حج خونا قناعت داره واقعیت حج کده قبول شده از اینا همین سوال ها رو پرسان بگو. جلال الدین رومی مگه که این طور گپا رو متوجه بود مگه که سعی کو که سر دل شعر مشهور شیم است مگه یک زمان در این خانه کعبه چند بار خراب شد و آباد شد. در یک زمان در این خانه بود اشتگی بود بعد از پیش از پیغمبر علیه السلام که آمد بازی خانه را پاک کرد. کعبه بودگاه خلیل حاضر است دل نظرگاه جلیل اکبر است. دل و دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. و شما سعی کو که معنای
فعلا مطابق علم امروزی رم شما که سعی کنید که همه چیز به گردش است. یک طفل که از نو به وجود میه و در جنبش بعد از او در چرخش میه، کره زمین در چرخش است، سیاره ها کلش در چرخش است، در گردش است، همه چیز طواف میکنه، عبادت خداوند میکنه. 8 سیاره در دور شمس در طواف است. تو نیستی که در دور شمس و در دور امر خداوند در طواف است. خود شمس در حرکت است، زمین در حرکت است، زهره، مشتری، زحل، این ستاره هایی که دور شمس میچرخه اینا همیشه عبادت و طواف است. همینطور طواف به ما هم واجب است، فرض است که طواف کنیم، اما باید عارف وقت بشناسیم، مفهوم ظاهر و باطنی قرآن باید بفهمیم. از تمام اگر تا آدم این حرفای مقدس در ظاهر و باطن نفهمه، آدم مفهوم زندگی را نمیفهمه، کور و گمراه و بدبخت از بین میره. عشق بشه در انسان، اگر عشق نباشه این اعمال انسان تباهه. در کشور یهودی هست، مسلمان هست، نصارا هست، از هر گروه مردم هست، باید در امن و امان زندگی کنن، نه که یک آدم به زور یک آدم مسلمان بسازه. متاسفانه در کشورهای از ما این گبا خیلی زیاد است. ولی اینا میخوایم با اعمال خود کشور بسوزنه، یا کدام آفت دیگه بیه، یا کدام سیاره بزنه ایره خراب کنه. اعمال از اون بسیار بد است. همیشه دشمنی هم دیگر هستیم، شیعه و سنی گفته و اسماعیل و کافر و این و هان کده. از اعمال و از این کار و گفتار مردمی تو معلوم میشه که فکر نمیکنم که یک مسلمان باشیم، که چنان غضب و لعنت خداوند به ما شده که ما تیپ پراگنده، دلای ناپاک، نفرت، هم دیگر کلشون مسلمان کلمه میخوایم دیگر دعوت میکنیم، یک کلمه رو میخوانیم و هم دیگر دعوت کنیم، چی فایده میکنیم؟ به خاطر خودنمایی، خودخواهی مردم معروف شوی و من فهم که چی پست و پلاکتگی در فکر و ذهن مردم است. رابعه مگه کعبه دل روی جانان دیدن است، روی هو در کعبه جان دیدن است. اگر چنین بینی جهان بین خوانمت، ورنه نابینای بیدین خوانمت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.